مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای چهارم ششم نوامبر سال 2022 در 4 صدمه مرگبار در ناحیه اشکاشی ولایت مختار کوهستان بدخشان و در ناحیه دنغره و واسه ولایت ختلان 8 نفر به هلاکت رسیده، دست کم 9 نفر دیگر جراحت برداشتند. از جمله 4 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 17:23 راننده ماشین بارکش تمغه دولان محمودوف ابراهیم اسرائیلویچ سال تولدش 1969 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت ناحیه تیمورملک در حدود ناحیه دنغره به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره مرتضی افسی جویدین سال تولدش 1980 ساکن شهر دوشنبه که در داخلش باز 5 مسافر دیگر داشت برخورده است. در نتیجه راننده اوپل مرتضیف و مسافرانش سفر وندگینه سال تولدش 1983 سیف الله شمس الله سال تولدش 2021 هر دو ساکن ناحیه فرخور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر اوپل شوی و پروینه سال تولدش 2001 ساکن ناحیه واسه و قیوموف خیرالدین سال تولدش 1966 و عزیزوف سیف الله سال تولدش 1957 ساکن ناحیه فرخور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همچنین روز 5 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 15:45 راننده ماشین تمغه موسی اسکندرخانوف سنگلی خان سال تولدش 1975 ساکن ناحیه اشکاشم هنگام حرکت از سمت دهه ورنگ به سمت دهه زنگ از حدود اداره واسطه نقلیات نبرآمده و ماشین او با 7 مسافر به ساحل دریای پنج چپ شده است. در نتیجه مسافران افت-ماشین مذکور کوچکبیکوف جونی بیک سال تولدش 1987 و نیلکو و صبر ما سال تولدش 1979 ساکن ناحیه اشکاشم جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. خود راننده و دیگر مسافرانش پلتبایف بختیار سال تولدش 1995 مخانوف نظام خان سال تولدش 1979 کریمو و راهنما سال تولدش 1998 احمد بیکوف علی بیک سال تولدش 2012 دولت شاه و حسنارا سال تولدش 1985 ساکنان ناحیه اشکاشم جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همین طور بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شب 5 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت‌های 20:25 راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا صادقوف فرهاد جان سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در حدود ناحیه واسه به قسمت قفای افت-ماشین بارکش تمغه کماز تحت اداره نظروف نور علی سال تولدش 1993 ساکن شهر کولوب که سمت حرکتش طرف شهر کولوب بود و بدان قسمت قفا از طرف راستش کفیده کارناشایم شده در راه قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا صادقوف و مسافرش قاسموف رامیس سال تولدش 1996 ساکن ناحیه فرخور جراحت‌های جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیدند. اینچنین 6 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 15:25 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز علی جان فیضلی سال تولدش 1991 ساکن ناحیه واسه هنگام حرکت در راه ماشینگرد کولوب واسه دوشنبه در حدود دهه توقرک از حدود اداره ماشین نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به قسمت پیش ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره غنیف الهام جان سال تولدش 1995 ساکن ناحیه واسه برخورده است. در نتیجه مسافر اوپل رمزیار نموزدی سال تولدش 1995 ساکن ناحیه واسه جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب